امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 9 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور رو با همدیگه کار کنیم و نکاتش رو با همدیگه یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. برای این ویدیوها زحمت زیادی کشیده میشه، تایم زیادی گذاشته میشه و این ساده ترین کاریه که شما میتونید انجام بدید که هم من رو حمایت کنید، هم به دیگران کمک کنید که این ویدیوها رو ببینن و اونها هم استفاده کنن. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که این ویدیو خوب داشته باشید. این قطعه شماره 9 عدد میزانش 3-4 مثل درس‌های قبل این کتاب که کار کردیم. اگر اونا رو ندیدید حتما اول برید اونا رو تمرین بکنید، چون این قطعات پله پله که میاد جلو نکات جدیدی بهش اضافه میشه که لازمه که شما درس‌های قبل رو بلد باشید و اونا در واقع پیش نیاز این درس‌ها هست. اگر که قطعات 5 و 6 و 7 این کتاب رو کار کردید، اون قطعات هم 3-4 بود، شمارشش به صورت 3 ضربی 1 2 3 بود، ولی تفاوتی که این درس با اون درس‌ها داره اینه که توی قطعات گذشته حالت اجرای ما به صورت یه دونه راست و 2 تا چپ بود. می‌زدیم راست چپ چپ راست چپ چپ که حالا توی هر درسی نوع حرکت دست‌ها متفاوت میشه. مثلا توی یه قطعه دست چپ ما ثابت بود، دست راست عوض می‌شد، توی قطعه دیگه برعکس دست راست ما ثابت بود، دست چپ عوض می‌شد و مدل‌های مختلفی که داشتیم. حالا اینجا تفاوت اینه که الگوی مضرابی تغییر کرده و به صورت 2 تا راستی چپ داریم میزنیم و این خیلی مهمه. این یه سری تمرینه که شما علاوه بر این که روی ساز باید انجام بدید، این ایده به شما داره میده که این تمرین شما میتونید حتی روی میز هم انجام بدید، روی پاتون هم انجام بدید. یعنی این الگوهای مضرابی رو شروع کنید تمرین کردن. اولیش و ساده تریش و پایه ترینش اینه که شما به صورت راست چپ بزنید، یعنی شروع کنید این حرکت رو انجام بدید، راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ، ولی با فرم صحیح، یعنی انگشتا زیر مضراب چسبیده باشه. اون اصولی که توی ویدیوهای اولیه آموزش دادم و اونا رو حتما باید ببینید. انگشتا چسبیده باشه، صاف نشسته باشیم، چرخش ساعدمون درست باشه، مضرابمون عمود حرکت بکنه. اینا رو میتونید یه آینه بذارید یا از خودتون ویدیو بگیرید و چک بکنید که اینا درست باشه و شروع کنید این حرکت راست چپ رو انجام بدید. اولش با سرعت خیلی کم ولی یواش یواش بهش سرعت بدید تا جایی که خراب نشه حالت اجراتون. و حالا میتونید این حالت‌هایی که توی این قطعه معرفی کرده رو شروع کنید تمرین کردن. مثلا یه دونه راست 2 تا چپ، راست چپ چپ راست چپ چپ راست چپ چپ و آروم آروم بهش سرعت بدید. یا این الگویی که توی این قطعه معرفی شده، یعنی راست راست چپ راست راست چپ راست راست چپ راست راست چپ راست راست چپ، یا مثلا 2 تا راست 2 تا چپ راست راست چپ چپ راست راست چپ چپ راست راست چپ چپ و صدها الگوی دیگه‌ای که میتونید خودتون بسازید و کتاب‌هایی براش هست. یا اینکه اگر که زیر نظر مربی کار میکنید، مربیتون میتونه یه سری الگو برای شما طراحی بکنه و به هر حال اینا روش‌هایی که شما میتونید هم دستتون رو از نظر فیزیکی تقویت بکنید و هم از نظر ذهنی اون هماهنگی بین دست و ذهن به وجود بیاد که این الگوهای مختلف رو بتونید یاد بگیرید. و هدف از این توضیحاتی که دادم، هدفم اینه که متوجه بشید که این کتاب داره چه متدی رو دنبال میکنه و هدفش چیه. خیلی وقتا تجربه که من توی تدریسم دارم اینه که بچه‌ها مثلا میگن، هنرجوها میگن که کتاب یه سری اتود داره که اتودا خسته کننده است. اوکی، درسته، خیلی آهنگین نیست، ملودی نداره، ولی اینا کمک میکنه به شما که یکم اصولی تر نوازندگی رو یاد بگیرید و اون پایه درست شکل بگیره که بعد که میخواید آهنگ بزنید، وقتی وارد 4 مضراب‌ها و قطعه‌های حرفه‌ای تر میشید، ذهن شما آمادگیشو داشته باشه و توان اجرا رو داشته باشه. پس اینا رو جدی بگیرید، اینا قطعه‌های مهمی هستن که باید حتما براشون وقت بذارید و تمرینشون بکنید. بریم شروع کنیم، از اول نوت‌خوانی کنیم و اگر نکته خاصی داشت با هم دیگه بررسی می‌کنیم. از نظر جمله بندی هر 4 میزان رو به عنوان یک جمله توی این قطعه در نظر میگیریم و حالا الان هم که میخوایم بخونیم 4 میزان میخونیم و میریم جلو. نوتامون هست سی سی فا سی سی فا سی سی فا سی سی فا. خیلی خوب.
به صورت راست راست چپ راست راست چپ روی ساز اجراش میکنیم. سی سی فا سی سی فا سی سی فا سی سی فا. حالا اینو با شمارش میزنیم 1 2 3 1 2 3 که البته من دارم خیلی تندتر از چیزی که خود کتاب مشخص کرده اجرا میکنم. بعد با مترونوم میزنیم که اون سرعت اصلیش دستتون بیاد. این هم نکته خیلی مهمیه، لزوما همیشه تند زدن مهارت نیست. خیلی وقتا اینکه شما بتونید سرعت رو کنترل کنید و بتونید از اول تا آخر قطعه با یه سرعت ثابت و کم بتونید قطعه رو از اول تا آخر اجرا بکنید، این خودش یه مهارته، یه تواناییه که باید تمرین کنید. و مترونوم یکی از چیزهایی که به شما خیلی کمک میکنه که بتونید به این مهارت برسید. بسیار عالی. میریم سراغ جمله بعد. از میزان آخر خط اول تا 3 میزان بعد توی خط دوم، 3 میزان اول خط دوم نوتامون هست دو دو فا سی سی فا لا لا فا سل سل فا. دست چپ ما ثابت هست روی نوت فا سفید و دست راست از نوت دوی زرد میاد تا سل. اجراش میکنیم دو دو فا سی سی فا لا لا فا سل سل فا. اگه بخوایم بشماریمش میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. میریم سراغ جمله بعد. جمله بعد میشه از خط دوم میزان چهارم که گفتیم 4 تا میزان میشه سی سی فا لا لا فا. خط سوم سل سل فا 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 فا. این 4 تا میزان رو اجرا میکنیم. سی سی فا لا لا فا سل سل فا 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 فا. جمله بعد خط سوم میزان سوم میاد بالا از نوت سل 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 فا لا لا فا سی سی فا دو دو فا. اجرا میکنیم سل سل فا لا لا فا سی سی فا دو دو فا. میشماریمش 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. و جمله بعد که یک عبارت رو کامل میکنه این 4 تا میزان آخر خط چهارمه که میشه سی سی فا سی سی فا سی سی فا سی سی فا. یعنی همون چیزی که اول قطعه داشتیم سی سی فا سی سی فا سی سی فا سی سی فا. این 4 تا جمله 4 تا خطی که اینجا کار کردیم با هم دیگه یه عبارت رو تشکیل میده، یک جمله رو شکل میده که معنای کاملی داره. پس این 4 تا جمله رو یه دور با هم دیگه بررسی بکنیم. بسیار عالی. این مدلی که من الان دارم کار میکنم دقیقا همون چیزیه که شما وقتی توی خونه تمرین میکنید باید به این شکل تمرین بکنید. یعنی جمله به جمله کار بشه، اتصالاش درست بشه. وقتی که جمله به یه سرانجام رسید حالا اون یه تیکه کار بشه که بتونید از اول تا آخر پشت سر هم بزنید. وقتی همه چیز اوکی شد میریم سراغ جمله بعد. خیلی خب، میریم سراغ خط پنجم 4 تا میزان اول. از نوت می شروع میشه. دقت کنید این می که روی خط اول داریم و زیرش 8 نوشته شده، این 8 برای تاکید داره میگه خرک هشتم اجرا کن. اگر نبود هم باز دوباره خرک هشتم میزدیم، اما فقط می رو زمانی به خرک اول میزنیم که کنارش علامت کرون باشه که ما اینجا نداریم الان تو این قطعه. بسیار عالی. پس نوتامون هست می می فا ره ره فا دو دو فا سی سی فا. اجراش میکنیم می می فا ره ره فا دو دو فا سی سی فا. میشماریمش 1
جمله بعد خط پنجم از میزان پنجم از نوت لا شروع میشه لا لا فا سی سی فا دو دو فا ره ره فا. لا لا فا سی سی فا دو دو فا ره ره فا. خط ششم دو میزان آخر میشه جمله بعد دو دو فا سی سی فا لا لا فا سل سل فا. دو دو فا سی سی فا لا لا فا سل سل فا که شمارشش هم مشخصه میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. جمله بعد میشه خط 1 2 3 4 5 6 خط هفتم از میزان سوم. از اینجا دست چپ شما تغییر میکنه. تا اینجای قطعه دست چپ روی نوت فا ثابت بود و همیشه گفتیم وقتی یه نوت تکراری داریم، یه نوتی که مرتب داره تکرار میشه، اون نوت تکراری باید صداش کمتر باشه نسبت به اون نوت متفاوت. اگر تو اجرای منم دقت کرده باشید دست چپ من عمدن یواش میخورد، نه اینکه به خاطر ضعف دست باشه. حواستون باشه دست چپ رو به خاطر اینکه نوت تکراری داره پیانو اجرا میکنیم، آروم میزنیم و دست متفاوت رو قوی میزنیم. حالا اگر توی قطعه برعکس باشه، یعنی دست راست ما ثابت باشه و دست چپ متغیر باشه، اینجا باید دست راست پیانو بخوره و دست چپ قوی بخوره. یعنی همون جاییه که ما باید یه سری تمرین‌ها انجام بدیم برای اینکه دست راست و چپمون رو به یه بالانس و تعادلی برسونیم که هر دو تقریبا هم قدرت بشه و بتونیم هر دو رو کنترل بکنیم، هم از نظر قدرت، هم از نظر دقت، هم از نظر کیفیت مثل هم بخوره ضربه هامون. بسیار عالی. میریم سراغ جمله بعد. از نوت فا نوتامون میشه فا فا لا سل سل سی لا لا دو سی سی ره. فا فا لا سل سل سی لا لا دو سی سی ره. میشماریمش 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. جمله بعد دو سی دو سی لا سی لا سل لا فا سل لا. دو سی دو سی لا سی لا سل لا فا سل لا. و خط آخر که یه جورایی تکرار خط اوله سی سی فا سی سی فا سی سی فا سی و دیگه اون دوتا ضرب آخرش سکوته. سی سی فا سی سی فا سی سی فا سی. یه دور قطعه رو از اول تا آخر براتون اجرا میکنم، بشنویدش ببینیم چطوری میشه. این چیزیه که شما باید تمرین کنید که بتونید قطعه رو از اول تا آخر به این شکل اجرا بکنید. بسیار عالی. میریم که اجرای این قطعه رو با مترونوم هم بشنویم. اگر که این ویدیو رو لایک نکردید لطفاً حتما این کار رو بکنید. این ساده ترین راهیه که شما میتونید من رو حمایت بکنید. ممنون از شما. برای تنظیمات مترونوم رو باید بذاریم روی 3 ضربی و سرعت 69. مترونوم میذارم اینجا که صداش واضح تر باشه. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3.
که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.